در آغاز تاریکی بود، سپس بنگ، تولد انبساط بیپایان زمان، فضا و ماده. هر روز اکتشافات جدید از اسرار پنهان، حیرت انگیز و مرگبار جایی پرده برمی‌دارند که آن را کیهان می‌نامیم. گذشته و آینده، فوق‌العاده ترین مقاصد برای تعطیلات، ولی آیا قابل دسترسی هستند؟ They could happen within a few years or a few decades. سفر در زمان با رخ دادن اتفاقات عجیب همراه است. You can imagine warping things so dramatically that you can actually visit yourself in the past. بعضی انسان‌ها این سفر را انجام دادند. You will have jumped into the future while aging very little. That's really cool. با رمزگشایی از راز سفر در زمان ببینید که چنین سفری چقدر محتمل است. کیهان، سفر در زمان. از بین تمامی معماهای کیهان، سفر در زمان پیچیده ترین معماست. Time itself has a lot of fascination for us, and so we end up thinking of ways of cheating time and things like that, going back in time, changing things. سفر در زمان میتواند به معنای برگشت به گذشته یا رفتن به آینده باشد. ولی در حال حاضر ما همگی در زمان حال گیر افتاده ایم. با این حال علم میگوید این احتمال وجود دارد که بتوانیم از قید و بند زمان رها شویم. نظریه نسبیت اینشتین که زمان در آن نقشی محوری دارد، سفر در زمان را به پرسشی قابل بررسی تبدیل می کند. Our best theory of time, which is relativity, doesn't explicitly forbid time travel per se. It might be that there are things we yet don't understand that will improve the theory. But it seems that there are ways of constructing scenarios within relativity that allow you to go back in time. سفر به گذشته به نظر غیر ممکن می آید، چون زمان تنها در یک جهت پیش می رود، رو به جلو. فیزیکدانان به این واقعیت پیکان زمان می گویند. The arrow of time is just the fact that you can always orient yourself moving from the past to the future. You remember the past, you don't remember the future. You can cause things to happen in the future, but you can't cause things to happen in the past. If you took a movie of things going on in your everyday life, like mixing cream into your coffee, and then you played that movie backwards, it would be perfectly obvious. Cream mixes into coffee, it doesn't unmix. That's the arrow of time. پیکان زمان را به خیابان یک طرفه از رویدادهای غیر قابل بازگشت تبدیل می کند، چیزی که به شکل غریزی از زندگی روزمره درک می کنیم. می توانیم توپ‌های بیلیارد را پخش کنیم، ولی انتظار نداریم که توپ‌ها خود به خود دوباره در کنار هم قرار گیرند. می توان یک تخم مرغ را به هم زد، ولی نمی توان آن را به حالت اول برگرداند. دلیل اینکه زمان یک پیکان است به یکی از قوانین بنیادی فیزیک برمیگردد که میگوید در جهان همه چیز از وضعیت منظم به سوی وضعیت نامنظم در حرکت است. As the universe gets older, as we move from the past to the future, all of the differences between the past and the future can be summed up by saying that the universe is winding down. The universe is going from being orderly, very neatly arranged, to disorderly and messy. So if you had a plate that was a nice plate that was put together and orderly, it breaks, it becomes more disorderly, that's very natural. اگر سعی کنید با چسباندن تکه‌های بشقاب نظم را مجدداً برقرار کنید، اعمالتان آنقدر انرژی در محیط اطراف آزاد می‌کند که باعث ایجاد بی‌نظمی بیشتر در کل جهان می‌گردد. ولی پیکان زمان در شرایط خاص می‌تواند خم شود. همه چیز به نظریه نسبیت اینشتین برمیگردد. اینشتین نشان داد که گرانش اجرام عظیمی مثل سیاره‌ها، ستاره‌ها و سیاه‌چاله‌ها می‌تواند باعث خم شدن فضا شود. عجیب‌تر آن که او نشان داد زمان و مکان در واقع در پدیده‌ای که او فضا زمان می‌نامد با هم پیوند یافته‌اند. یعنی هرگاه مکان تاب بردارد، زمان نیز خم می‌شود.
در دنیا هیچ چیز بیشتر از گرانش فوق‌العاده زیاد یک سیاه‌چاله نمیتواند فضا زمان را خم کند. You can imagine the gravitational field is so strong that space and time curl back on themselves. And you can start at one point, go forward in time, and come back at the point that you left. وقتی پیکان زمان خم شده و به انتهایش میرسد، حلقه بی پایان به وجود میآید که در آن رویدادهای مشابه بارها و بارها تکرار میشوند. So if this is time curling back on itself, and the universe just repeats itself over and over again, every moment in time would just repeat an infinite number of times. حلقه بی پایان برای هر انسانی بسیار آزاردهنده است. ولی تصور کنید یک مسافر زمان بتواند بدون تکرار دائمی به نقطه‌ای در گذشته سفر کند. اما در اینجا نیز موانع دیگری نیز وجود دارند. عجیبترین این موانع تناقض‌ها یا پارادوکس‌هایی هستند که وقتی بخواهیم سر به سر زمان بگذاریم نمایان می‌شوند. A famous example of the kind of inconsistency you can get with time travel is called the grandfather paradox. And this is where someone goes back to the time of, for example, their grandfather. So imagine that I go back in time with a time machine and meet my grandfather in 1937. He's just about to go on a blind date with my grandmother. They've never met before. But actually, I convince him not to go on that date. He's actually interested in the races, and so I tell him that there's an exciting race with Seabiscuit that's coming up at the Santa Anita track. And so we go off together to that race. He never meets my grandmother. So what happens to me? How is it possible that I could have been born and then been able to go back in time, meet him, and stop myself from being born? So there's an example of an inconsistency. It's a loop in time that really doesn't make sense. ولی اگر سفر در زمان ممکن باشد، طبیعت باید برای دور زدن تناقض‌ها راهی داشته باشد. One thing that physicists are quite certain of is that the universe ultimately makes sense. In all of physics and all of science more generally, consistency, self-consistency, common sense, if you like, is something that is a fundamental principle. فیزیکدانها دست کم 3 راه پیدا کردند که طبیعت برای جلوگیری از وقوع تناقض‌های سفر در زمان از آنها استفاده خواهد کرد. اولین راه ساده است. طبیعت با غیر ممکن بودن سفر به گذشته از تناقض‌ها جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر نمی‌توان چنین کاری کرد. گزینه دیگر ایده عجیب وجود چندین کیهان است. One way of dealing with travel back in time is to say that you actually enter a different parallel universe after having made the journey back in time. So you don't affect the history of the universe from which you came. In effect, anything that can happen will happen. But the way it happens is by entering a parallel universe. Pretty bizarre thought. راه حل سوم برای مسئله تناقض میگوید اگر سفر در زمان ممکن باشد، مسافر زمان وقتی به گذشته برسد قادر به تغییر دادن آن نخواهد بود. قوانین علمی پشت این راه حل را میتوان با فروکاستن مسئله به ساده ترین موقعیت ممکن، مثلا توپ‌های بیلیارد موجود بر روی یک میز بیلیارد توضیح داد. Let's set up a pool table that's like a time machine. If a ball enters one pocket, it travels through a wormhole and can exit another pocket before it entered the first pocket. So it's a time machine. So now suppose the ball really does go through the first pocket, emerges before it entered, and then hits itself before it entered the first pocket. That would deflect it, preventing it from entering the first pocket, and thus preventing it from having exited the second pocket and done the deflection in the first place. So it's a paradox. However, the idea of self-consistent solutions gives us a way out of this paradox. Suppose that the ball exiting the second pocket can only hit itself in such a way as to deflect it into the first pocket. Then the whole loop is self-consistent. There's no paradox. We think that nature always somehow manages to choose the solution
that provides self-consistency. In other words, you always get a solution that does not produce a paradox. اگر اینطور باشد و کلیفورد جانسون بتواند به سال 1937 سفر کند، ممکن است موفق به دیدار با پدر بزرگ خود بشود. ولی هر چقدر هم که تلاش کند، نخواهد توانست جلوی دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگش که در نهایت به تولد کلیفورد می انجامد را بگیرد. کیهان به انواع و اقسام روش‌ها جلوی تغییر تاریخ توسط او را خواهد گرفت. ولی وقتی رو به جلو سفر می‌کنیم و پیکان زمان را به سوی آینده متمایل می‌کنیم، لازم نیست نگران هیچ پارادوکسی باشیم. Traveling forward in time is the easiest thing in the world. Every minute, you move 1 minute forward in time. One thing we can do to change how we move forward in time relative to each other is to actually move at different velocities compared to each other. ماشین زمانی که ما را به آینده میبرد بر اساس کشفیات اینشتین درباره زمان و سرعت کار میکند. هر چقدر در فضا سریعتر حرکت کنیم، زمان در مقایسه با افرادی که بی حرکت هستند برای ما کندتر میگذرد. شکی نیست که این مفهوم بسیار عجیب و گیج کننده به نظر میرسد، ولی آزمایش‌های تجربی آن را ثابت کرده است. Clocks have been placed on rapidly moving airplanes and rocket ships. And they've moved over some distance at a very rapid speed. And when the atomic clocks were measured after the end of the journey, they had progressed forward in time a little bit less than similar clocks which had remained at rest on Earth. این پدیده اتساع زمان نام دارد و میتوان از آن برای سفر به آینده استفاده کرد. در واقع این اتفاق مدتی است روی داده. سرگئی کریکالف فضانورد روس به مدت بیش از 803 روز در مدار زمین بوده و در این مدت با سرعت 27000 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرده است. او رکورددار سفر در زمان است، هرچند در نگاه اول چنین به نظر نمی‌آید. What's actually happened is that he's about a 50th of a second slower in the amount of time that has passed for him compared to everyone else who stayed on Earth. ولی اتساع زمان وقتی به معنای واقعی یک ماشین زمان خواهد بود که سرعت حرکت شما به نزدیکی سرعت نور برسد. ایده اصلی این است که وقتی ساعت‌های روی زمین با سرعت معمولی کار می‌کنند، ساعت شما در فضا کندتر از آنها به جلو خواهد رفت. و زمانی که به زمین بازگردید در آینده خواهید بود. مثلا تصور کنید می‌خواهید به 500 سال بعد در آینده سفر کنید. To move 500 years into the future, you'd have to move at 99.99% of the speed of light for 7 years. وقتی به زمین بازگردید تنها 7 سال پیرتر شده اید، ولی بر روی زمین همه چیز 500 سال پیرتر شده است. ولی یکی از بزرگترین مشکلات ساخت یک ماشین زمان برای سفر به آینده پیدا کردن سوخت کافی برای رساندن یک فضاپیما به چنین سرعتی است. There's no law of physics that says you can't go close to the speed of light, but your rocket ship becomes heavier and heavier as you go closer and closer to light speed. So you require more and more fuel to accelerate you smaller and smaller amounts. And you need more than an infinite amount of energy to actually break the light speed barrier. ولی سرعت بالا تنها راه سفر به آینده نیست. نظریه نسبیت اینشتین میگوید گرانش زیاد نیز گذشت زمان را کند می‌کند. چنین گرانشی را میتوان در نزدیکی یک سیاهچاله پیدا کرد. Let's say you're in a spaceship and you go and you park yourself just outside a black hole for a while. Once you return to Earth, you will notice that many years may have passed on Earth, but only a few weeks or months will have passed in your own frame of reference. You will have jumped into the future while aging very little. That's really cool. ولی سپری کردن چندین سال در سرعت‌های بالای در نزدیکی یک سیاهچاله از انواع کند سفر در زمان است. برای مسافران عجولتر نسخه تقریباً فوری هم وجود دارد. میانبری در فضا موسوم به کرمچاله که میتواند گذرگاهی در زمان نیز باشد. کیهان
برای عملی کردن سفر در زمان باید با طی مسیری طولانی و با عبور از نظریات عجیب و غریب و فناوری‌های فوق پیشرفته به هدفی برسیم که یک روز فضاپیماهای ستاره‌ای را به ماشین‌های زمان تبدیل خواهد کرد. فضاپیماهای ستاره‌ای بهترین فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهند تا سوار بر یک فضاپیما با سرعت بسیار زیاد حرکت کنیم تا در حالی که باقی دنیا به طور معمول در زمان به پیش می‌رود گذشت زمان را کندتر تجربه کنیم. ما به انواع ماجراجویی‌ها علاقه زیادی داریم. به علاوه سرعت‌های بالایی که به سفر در زمان منجر می‌گردند، تنها راه در هم شکستن مانع زمانی هستند که مانع سفرمان به ستاره‌ها می‌شود. چون فاصله آنها با ما بسیار زیاد است. We would really like to be able to traverse giant distances in a short amount of time in order to explore the universe on a human timescale. حتی سفر به نزدیکترین ستاره ها برای ما غیر ممکن به نظر می رسد. ستاره آلفا سنتوری نزدیکترین ستاره به زمین است. ولی وقتی می گوییم نزدیک یعنی فاصله به اندازه 4.3 سال نوری یا 40 تریلیون کیلومتر. 100 میلیون برابر فاصله ماه با زمین. سریعترین موشک‌های امروزی 80,000 سال بعد به اونجا خواهند رسید. پس چالش پیش رو سریعتر رسیدن به اونجاست. ولی اگر بخواهیم برای سفر به آینده از فضاپیماهای بسیار سریع استفاده کنیم، نمیتوانیم به رؤیای خود یعنی رسیدن به آینده در یک چشم هم زدن جامعه عمل بپوشانیم. Achieving time travel by moving fast and so slowing your clock down relative to everyone else is a way of achieving time travel. It's a little bit like Rip Van Winkle did by going to sleep and then waking up later and it's the future. But some might think of that as cheating in a way. It's not really the time travel that we think of where we perhaps go through a portal or flick a lever on a machine and then end up at a different time. فیزیکدانان در دهه 80 کارهای نظری مهمی درباره سفر فوری در زمان انجام دادند و به کارل سیگان در نوشتن رمانش با عنوان تماس کمک می‌کند. کتابی که تصور می‌کند از طریق گذرگاهی فضایی موسوم به کرمچاله می‌توان به سرعتی بیشتر از سرعت نور رسید. A wormhole is a kind of shortcut between two different parts of space which can be very far away or they can actually be close to each other. But the key idea is that you can traverse the wormhole by simply going in through the entrance, one side of it, and coming out the other side. در رمان تماس و بسیاری دیگر از سناریوهای علمی تخیلی از کرمچاله‌ها به عنوان تونل‌هایی برای طی کردن مسافت‌های عظیم در فضا و سفر به ستاره‌ها استفاده می‌شود. ولی کرمچاله‌ای که دهانه‌هایش نزدیک به هم هستند برای استفاده به عنوان ماشین زمان خیلی بهتر خواهد بود. Suppose I have a wormhole right next to me. If I put my arm to it like this, it would emerge over there. A wormhole is a great ingredient for constructing a time machine. ماشین زمان کرمچاله‌ای از همان حقه ریپ وان وینکل استفاده می‌کند. همان حقه فضاپیمای فوق سریع. سرعت زیاد ساعت داخل سفینه را کند می‌کند در حالی که ساعت دیگران به شکل معمول پیش می‌رود. این ماشین زمان کار می‌کند چون هر دو دهانه کرمچاله فارغ از اینکه چه اتفاقی برایشون می‌افتد یک زمان و یک تاریخ دارند. You can take one end of the wormhole and put it on a rocket ship or something and send it off at very high speed and then back. So what happens is that when it returns, it's in the future. دهانه کرمچاله‌ای که در سال 2010 سفر خود را آغاز کرد ممکن است در سال 2510 به زمین بازگردد. به دلیل کند شدن زمان در فضاپیما دهانه کمی پیر شده در حالی که باقی جهان 500 سال پیرتر شده است. So now if I walk into the end of the wormhole that's in the past, the end that didn't go on the rocket ship, I can come out the other end and I'd be in the future. Although each step of this scenario might be really hard to achieve with any technology we can imagine, it's all internally consistent in the laws of gravity and space and time that we understand so far. So that
wormhole time machine is, we would say, a consistent solution of the equations of space and time. ماشین زمان کرمچاله‌ای در جهت عکس هم کار می‌کند و بنابراین در تئوری امکان سفر از آینده به گذشته، یعنی جایی که سفر آغاز شده، هم وجود خواهد داشت. Well, let's face it, most people are interested in the idea of going backwards in time because they want to fix things. The interesting thing is, though, that we can, using the laws of physics, at least explore what it would be like to travel backwards in time. در حالی که حواس ما معطوف به ماشین‌های زمان است، این احتمال وجود دارد که سفر در زمان از طریق کرمچاله‌ها محقق گردد که در اصل پدیده‌هایی طبیعی هستند. Another possibility, if we can't make time machines, is that maybe nature has already made them and we just have to discover them. What could have happened is that in the very early universe, the nature of space and time was already twisted up in such a way that some of that got frozen in, leaving time loops that we might be able to use as time machines sometime in the future. So it's an interesting possibility that we don't actually have to create these things. ولی اگر مجبور باشیم تنها به منابع خودمون متکی باشیم چه؟ آیا هرگز موفق به ساخت یک ماشین زمان خواهیم شد؟ اگر طبق نظریه تنها راه برای سفر در زمان استفاده از کرمچاله باشد، چطور میتوان یک کرمچاله ساخت؟ Wormholes are speculative ideas. We can write down the equations that describe them. We don't expect to bump into one in astronomy or anything like that, but we could be surprised. Where we do expect wormholes to exist is at the sub-microscopic level, where space and time are fluctuating wildly. So what people imagine is somehow capturing a microscopic wormhole and growing it to a larger size. We don't know if that's possible. We have no idea how to do that, but that's probably what it would take if you wanted a big-sized wormhole. شاید فناوری لازم برای دستکاری در یک کرمچاله آنقدر دور از ذهن باشد که غیر ممکن به نظر برسد. ولی برای کسانی که به تخیل خود دست کم در یک مکان میدان میدهند، بارقه‌ای از امید وجود دارد. جایی که در آن فضا، زمان و ماهیت هستی در درون بزرگترین و پیچیده‌ترین ماشین ساخته دست بشر در برخوردهای مستقیم با یکدیگر ملاقات می‌کنند. کیهان رازهایی را که ممکن است با دانستنشان بتوانیم در زمان سفر کنیم در کجا پنهان کرده است؟ در جستجوی خود به دنیای کرمچاله ها و امکان استفاده از آنها به عنوان ماشین های زمان رسیدیم و حالا در جستجوی فناوری هستیم که میتواند سفر در فضا و سفر در زمان را به دو روی یک سکه تبدیل کند. اگر در حال حاضر بر روی زمین هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند نقش ماشین زمان را بازی کند، اما چیزی هست که شاید روزی به شناخت قوانین فیزیکی جدیدی منجر گردد که با استفاده از آنها دست کم بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که ساخت ماشین زمان ممکن است یا نه. چیزی که کیهان را نه در حوزه شبکه کیهانی و کهکشان‌هایش، بلکه در قلمرو فیزیک کوانتوم می‌کاود. قلمرویی که به ذراتی می‌پردازد که اندازه‌شان میلیون‌ها بار کوچکتر از ریزترین اتم هاست. این جدیدترین ابزاری است که در مرزهای فیزیک ایستاده و برخورد دهنده بزرگ هدران نام دارد. The Large Hadron Collider is the largest, most complicated machine ever created by humankind. And its role is to help us study the frontier of particle physics. What it actually does is it accelerates protons in two directions around the ring, one way round and the other way round, to nearly the speed of light and then collides them. برخورد دهنده در نوامبر 2009 عملیاتی شد و همانطور که دانشمندان قدرت آن را افزایش دادند، انرژی برخوردهای آن تا ماه مارس 2010 تقریباً 10 برابر گردید. انرژی برخورد تا سال 2013 به 2 برابر این مقدار خواهد رسید. تئوری‌های امروزی فضا، زمان، گرانش و فیزیک کوانتوم هنوز ناکافی هستند و به نظر می‌رسد برخورد دهنده بزرگ هدران جاهای خالی این معما را پر خواهد کرد. This is where we expect that if there's some missing physics that we need to understand space-time in a way that will tell us whether time travel is possible or restricted in various ways, this is where we expect
the new results to come from. هدف یافتن پاسخ این سوال است که قوانین حاکم بر ریزترین ذرات جهان را چگونه میتوان بر بزرگترین اجرام مثل ستاره‌ها، کهکشان‌ها و حتی خود کیهان در حال انبساط اعمال کرد. بدون درک این موضوع ساختن یک ماشین زمان از ساخت یک رادیو بدون آگاهی از وجود الکتریسیته هم دشوارتر خواهد بود. There are many physicists in the world who believe that this understanding is in fact right around the corner, that it could happen within a few years or a few decades. On the other hand, it could be that this problem is in fact much harder than we think, and that human civilization will simply not live long enough to figure out how it works. برخورد دهنده بزرگ هادران همچنین ممکن است ابعادی تازه را آشکار کند که میتوانند در درک ما از سفر در زمان تغییراتی به وجود آورند. ما در ابعاد سه‌گانه فضا زندگی می‌کنیم. اگر تنها در دو بعد زندگی می‌کردیم، کیهانمان یک ورقه تخت بود و کره را به صورت یک دایره می‌دیدیم. بعد سوم وجود داشت ولی از دید ما پنهان بود. اگر ابعاد دیگری به جز بعد فضایی نیز در دنیا وجود داشته باشند، از دید ما پنهان هستند. If we were to find experimental evidence for the existence of other dimensions, and if we were to be able to explore the meaning of these other dimensions and see how they come about, it could be that far, far in the future, this new physics would be utilized to come up with some new form of travel that allows us to at least get close to the speed of light barrier, if not surpass it. نزدیک شدن به سرعت نور و در نتیجه کند شدن ساعت‌هایمان می‌تواند محتمل‌ترین راه برای سفر در زمان باشد. برخورد دهنده بزرگ هادران از این لحاظ پیشتاز تلاش‌های ماست، حتی اگر اولین قدمی که برمی‌دارد قدم بسیار کوچکی باشد. The Large Hadron Collider is 17 miles around, and it accelerates protons to nearly the speed of light. If you wanted to do that, but with human beings, a rough calculation shows you'd have to scale it up to 1,000 light years around in order to do the same thing. این مثل این است که بگوییم فضاپیمایی آنقدر قوی باشد که بتواند ما را با چنین سرعتی به ستاره‌ها برساند. فاصله‌ای که قرار است بزرگتر از مسافتی باشد که ما باید آن را بپیماییم. آنقدر بزرگ که صدها هزار ستاره نزدیک به زمین را در خود خواهد گرفت. اما بر روی زمین فیزیک سرعت‌های در حد سرعت نور و فراتر از آن به نوعی به فرهنگ موج‌سواری در ساحل مالیبوی کالیفرنیا مربوط می‌شود. ریچارد اوبوسی یکی از معدود فیزیکدانانی است که بر روی مفهوم سفرهای سریعتر از سرعت نور با استفاده از انحنای فضا کار کرده است. او میگوید یک فضاپیمای تابی بر موجی که در فضای تابدار ایجاد شده حرکت می‌کند، تقریباً به همون شکل که یک موج سوار بر روی امواج حرکت می‌کند. A great analogy is with that of a surfer riding a wave of seawater. So just as the wave behind it sort of rises up and pushes this surfer through the ocean, I think that's a great analogy with how a spacecraft is mutually pulled and pushed through the fabric of space. این ایده تا حدودی بر این واقعیت استوار است که فضای کیهان در حال انبساط است. اگر بتوانیم کاری کنیم که فضا به اراده ما منبسط شود، شاید بتوانیم از آن برای پیشرانش یک فضاپیما استفاده کنیم. میتوانیم کاری کنیم که فضا در پشت فضاپیما منبسط و در جلوی آن منقبض شود. موج فضای تابدار در کیهان با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت خواهد کرد و در همین حال فضاپیما در درون چیزی که به حباب تابدار موسوم است همچون یک مسافر حمل می شود. چنین اتفاقی قانون اینشتین مبنی بر اینکه فراتر رفتن از سرعت نور امکان پذیر نیست را نقض نمی کند. با اینکه پیشرانش تابی در حال حاضر بیشتر علمی تخیلی است تا علمی، ولی بر قوانین فیزیک استوار است. میگل الکوبیر فیزیکدان مکزیکی در سال 1994 با استفاده از ریاضیات پیشرفته از این ایده پشتیبانی کرد. متاسفانه محاسبات ریاضی او مشخص نمی‌کند چطور باید این ایده را عملی کنیم. با اینکه اکثر دانشمندان به این ایده مشکوکند، ولی تمام آنها پیشرانش تابی را به کلی مردود نمی‌دانند. درست است که ایجاد حباب‌های تابی ممکن است غیر ممکن باشد، ولی اگر موجوداتی فوق پیشرفته قادر به ساخت قطارهای سریع و سیر باشند که با استفاده از پیشرانش تابی به راحتی به ستاره‌ها و در زمان سفر کنند چه؟ کیهان
در جستجوی رازهای سفر در زمان با ایده پیشرانش تابی و یا استراتژی‌های دیگر برای سفر با سرعت‌های فراتر از سرعت نور مواجه می‌شویم. ایده‌ای که مهمترین راه حل برای محقق کردن رویای سفر در زمان محسوب می‌شود و می‌تواند تمامی فضاپیماها را به ماشین‌های زمان تبدیل کند. افکار خوشبینانه درباره آینده فضاپیماهایی را تصور می‌کنند که به همون سادگی‌ای که موج‌سوارهای کارکشته بر موج‌های دریا سوار می‌شوند، حباب‌های تابی را در اختیار خود می‌گیرند. ولی حتی خوشبین‌ترین فیزیکدانان نیز از مقابله با واقعیت‌های دشوار گریزی ندارند. اگر موج‌سواری با نحوه عملکرد یک فضاپیمای تابی قابل مقایسه باشد، پس نگاه کردن به موج‌سواری یک موج‌سوار تازه‌کار می‌تواند واقعیت مهمی را آشکار کند، یعنی دست یافتن به پیشرانش تابی بسیار دشوار است. This morning I had my first surfing lesson and had this idea that in some sense we were going to be able to manipulate in some sense nature, and that I was going to be able to ride this wave, and it was going to carry me at great velocities across the ocean. But the reality is that the ocean manipulated me. It was far harder to control than I originally anticipated. کنترل مشکل بزرگی است، چون علم میگوید یک فضاپیمای تابی نمیتواند میدان تابی خود را به وجود آورد. One of the often cited problems with the warp drive model is the ship would be what we call causally disconnected from the bubble. That is, it could never find a way to communicate with the bubble, and so could never turn the bubble off once it had started. ولی اگر لازم نباشد فضاپیما نگران به حرکت درآورده آن یا متوقف کردن حباب خود باشد چه؟ What you might imagine for a sufficiently advanced civilization and given sufficient new laws of physics would be some kind of warp drive escalator or corridor. And then when you would drop a ship into the prearranged warp tube, if you will, it might be able to ride some wave along to the end. این چیزی خواهد بود شبیه به قطارهای سریع السیر به مقصد ستاره‌ها که واگن‌های مسافربریشان با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت خواهند کرد، ولی ساخت چنین وسیله هزاران سال طول خواهد کشید و انرژی که مصرف خواهد کرد فراتر از حد تصور ما خواهد بود. We would probably need to harness at least the energy output of an entire star, if not a lot more than that. So these are things we can talk about hypothetically, but no one has an engineering program to make it happen. وقتی فضانوردان اخیراً کشف کردند که انبساط کیهان سرعت گرفته، استدلال کردند که نیروی محرکه این پدیده نوعی انرژی تاریک است که در کل فضا پراکنده است. ولی برخی پیشنهاد کردند که میتوان انرژی تاریک را مهار کرد و از آن به عنوان منبع تامین قدرت برای وسایلی مثل فضاپیماهای ستاره‌ای یا ماشین‌های زمان استفاده کرد. We don't really know what the dark energy is, so it's not clear that we will never be able to harness it. However, the leading models suggest that it's either a property of space itself that can't be changed, or some sort of an energy field which is of such low density, there's so little of it per unit volume, that harnessing interesting amounts of it will essentially be impossible. وقتی موضوع استفاده از این انرژی در پیشران‌های تابی به میان می‌آید، کرمچاله‌ها یا ماشین‌های زمان بسیاری از دانشمندان را به غیر ممکن بودنش سوق می‌دهد. ولی آیا می‌توان مطمئن بود که حق با آنهاست؟ Though we think we know a lot about the universe right now, and we do, there have been many times in the history of physics when we've been burned by having too much of a self-assured sense of knowing it all. There really are laws of physics that we can't violate. But there's also technology. You say, well, this is just too hard, we'll never be able to do it. And there, when scientists say things like that, they're almost always wrong. It's much safer for us to say, here are what the laws of physics allow us to imagine doing. Hopefully someday in the future, we'll build the technology that makes it happen. همانطور که در گذشته شاهد بودیم، آینده ممکن است خیلی زود از راه برسد. در حال حاضر اخترشناسان در اطراف ستاره‌های بیرون از منظومه شمسی به دنبال سیاره‌ها می‌گردند. نزدیکترین سیستم ستاره‌ای به زمین یک جفت ستاره دوتایی دارد. آیا این سیستم جای خوبی برای جستجو به دنبال سیاره‌هاست؟ این همان سوالی است که نیکول از اوکلاهوما سیتی از برنامه کیهان پرسیده است.
او نوشته آیا ممکن است در یک سیستم ستاره دوتایی سیاره‌هایی وجود داشته باشند؟ Nicole, that's a really cool question. It turns out that a planet in a binary system can orbit either one of the two stars very closely, or it can orbit both of them from very far away, but it can't orbit among them. It can't do a figure eight among them, for example. That trajectory is unstable, and the planet would quickly get ejected. ممکن است در آستانه کشف سیاره‌ای شبیه زمین باشیم که به دور یکی از دو ستاره سیستم آلفا سنتوری یعنی نزدیکترین همسایه خورشید می‌گردد. این دلیل بسیار متقاعد کننده است که بیش از پیش به جستجو در علوم مرتبط با سفرهای بسیار سریع در فضا و سفر در زمان که از نتایج آن است بپردازیم. Alpha Centauri is very exciting because it now appears from a variety of different computer simulations that it's quite possible that there could be terrestrial mass planets orbiting both components of the Alpha Centauri binary system. ستاره‌های آلفا سنتوری A و B آنقدر دورند که از زمین مثل یک ستاره واحد به نظر می‌رسند، ولی آنها در واقع یک زوج دوتایی هستند. عضو سوم سیستم پراکسیما سنتوری نام دارد، یک کوتوله سرخ که با پیوندی نچندان محکم به زوج اصلی وابسته است. If you're sitting on a planet in the Alpha Centauri A system or the Alpha Centauri B system, Proxima Centauri wouldn't even be visible in your night sky. It's that dim. آلفا سنتوری A و B به دور یکدیگر می‌گردند. فاصله آنها در نزدیکترین نقطه به یکدیگر 20% از فاصله خورشید تا مشتری و در دورترین نقطه به یکدیگر 20% از فاصله خورشید تا نپتون بیشتر است. هر یک از دو ستاره مثل خورشید ناحیه قابل سکونت دارد که در آن ممکن است سیاره‌های دارای حیات وجود داشته باشند و بالاخره این جام مقدس در اخترشناسی است. Well, a trip to the nearest stars, for example Alpha Centauri, that we can do within our lifetimes would be immensely exciting. One of the great goals of science is to find life elsewhere in the universe. What better place to start, other than our solar system, than the nearest star? اما اکنون ما توجه خود را به مأموریتی معطوف کردیم که با قوانین فیزیکی که امروز می‌شناسیم شدنی است. مأموریتی که می‌تواند 4 سال نوری را تنها در 45 روز پشت سر بگذارد. به این ترتیب سفر در فضا به سفر در زمان تبدیل خواهد شد. تلاش ما برای رمزگشایی از زمان یک بار دیگر توجهمان را به آلفا سنتوری نزدیکترین همسایه خورشید معطوف کرده است. آیا آن ستاره مقصد اولین فضاپیمای ستاره‌ای برخاسته از زمین خواهد بود؟ در این صورت سفر فضاپیما بی تردید با سفر در زمان نیز همراه خواهد بود. We have no idea what kind of technology would actually take us from here to Alpha Centauri and back. Therefore, we might as well be optimistic and say that we just move at 99.99% the speed of light all the way there and then all the way back. فضاپیما برای طی کردن یک چنین مسافت طولانی کوچک به نظر می‌رسد. چنین فضاپیمایی چطور می‌تواند تدارکات لازم برای خدمه خود در این زمان طولانی را در خود جای دهد؟ ولی مشکلی نیست، چون این صرفاً یک فضاپیمای ستاره نیست بلکه یک ماشین زمان نیز هست. It would take about 8.6 years because Alpha Centauri is 4.3 light years away. But to the people on the ship, it would take less than 2 months. It would take about 45 days because they're traveling close to the speed of light. فضانوردان همچنین باید بر مشکل شتاب مرگباری که در جریان رساندن سریع سرعتشان به سرعت نور تجربه خواهند کرد غلبه کنند. در غیر این صورت باید به تدریج سرعت بگیرند و این به زمان کلی سفر خواهد افزود. وقتی ساکنان زمین بخواهند برای خود در دیگر ستاره‌ها جای پا پیدا کنند، آلفا سنتوری قطعاً یکی از مقاصدشان خواهد بود.